آریانا سعید در امریکا جان باخت. دلیل حادثه ترافیکی بزرگ آریانا سعید در امریکا چی بوده است؟ افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی آریانا سعید فاش شد. دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است و دلیل سفرهای متعدد آریانا سعید به امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که صدای آریانا سعید دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. طرفداران آریانا سعید نه تنها در افغانستان بلکه در میان فارسی زبانان جهان بیشمار است. آریانا سعید در سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد و در مدت خیلی کوتاهی توانست دل میلیون ها افغان را از آن خود کند. آریانا سعید جدیداً تبدیل به هنرمند بین المللی افغان شده است و همواره کنسرت‌هایش را برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند. آریانا سعید چند می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است به دلیل مصروفیت‌های رسانه‌ای و سیاسیش. آریانا در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخت و این نهاد آریانا سعید تا کنون خوب می درخشد. تصاویر آریانا در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است، اما کاملا این تصاویر دروغ بوده است و شایعات است. بانو آریانا زندگی خوش و موفقی داشته است. ما هم در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.